به نام خدا. سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز. قسمت 4 طراحی سایت و طراحی قالب رو در خدمتتون هستم. توی این جلسه ادامه مبحث قبلی رو با هم دیگه داریم و میام این باکس‌های پایینی رو تکمیل میکنیم. برای باکس پایینی من چون از استایل منو خیلی خوشم اومد و دوست دارم در پایین اضافهش کنم، این رو اینجا اضافه میکنم استایلشو و میام به این سه تا باکس پایینم این استایل رو اعمال میکنم. البته میتونم یک مقداری روی خطای دورش کار کنم، یک مقدار پررنگ ترش کنم که بیشتر به چشم بیاد. مثلا اینجوری و این رو اضافه کنم روی این دوتای دیگه اعمالش بکنم. خب به نظر اینجوری بهتره. توی این قسمت من میخوام کاربر بتونه آخرین محصولات من یا آخرین اخبار من رو ببینه. پس میام اینجا رنگش سفیده، باید عوضش بکنم، مثلا فعلا مشکی میذارم. آخرین اخبار من رو کاربر باید بتونه ببینه. به این شکل. شاید یک خطی رو اگر زیرش بندازیم شکل جالب تری به کار بده. به این شکل من یک خط میندازم، رنگش رو مثلا میتونم زرد قرار بدم. اگر این لایه ها اذیتتون میکنن و تو هر بار انتخاب مشکل ایجاد میکنن برای شما، میتونید قفلشون کنید که دیگه از حالت انتخاب خارج بشن. من میام مثلا رنگ این رو زرد میکنم، رنگ این رو هم میتونم زرد بکنم، البته یک مقدار تو چشم میزنه. خب اینجوری بهتر شد. پس اینجا شد محل آخرین اخبار من و من میتونم جزئیات بیشتری رو توی پایینش اضافه بکنم بهش. من میام یک همچین شکلی رو توی این قسمت میذارم. فرض کنید اینجا قراره تصویر اون خبری که من میخوام بذارم نمایش داده بشه و در این قسمت خلاصه ای از اون اخبارم به همراه تیترش قرار بگیره. مثلا به عنوان تیتر جاش یک مقدار کمه، من باید فونت رو یک مقدار کوچیکش کنم. خب درست شد. مثلا میگم تیتر اولین خبر که خب میاد توی این قسمت و توی لاین بعدی بخشی از خبر نمایشی به کاربر. به نظرم به این شکل خوبه. البته یک مقدار بیشتر هم میتونیم روش کار بکنیم. من میتونم فاصله بین این خط با خط بالایی رو یک مقدار بیشتر بکنم. خب به نظر کافی میاد. حالا یک مقدار میرم عقب‌تر و رنگ اینو مثلا سبز قرار میدم. حالا میام روش کپی میگیرم، به این شکل. خب اینها لیست آخرین اخبار منه به همراه یک سری تصاویرشون. توی باکس کناری میتونم مثلا آخرین محصولات قرار بدم یا بذارید گالری تصاویر قرار بدم. پس این بخش رو من اختصاص میدم به گالری تصاویر خودم. گالری تصاویر. بعد مثلا اینا عکسه. من یک سری تصاویری رو میخوام توی این قسمت داشته باشم. اندازه‌شون رو تنظیم میکنم. این لایه رو هم باید قفلش کنم که دردسر ساز نشه واسم. خب درست شد.
حالا این رو عروش کپی میگیرم مجددا میارم پایین و یک مقدار هم از بالا میکشمش پایین تر. مثلا 6 تا تصویر رو میخوام اینجا به کاربر نمایش بدم به عنوان آخرین تصاویر گالری. و توی این قسمت که این رو هم باید قفلش بکنم، میام یک فرم ورود به سایت قرار میدم. ورود به سایت. در اینجا میخوام فرم ورودی رو قرار بدم. کاربر بتونه یوزر پسورد رو وارد بکنه و وارد سایت بشه. خب در ابتدا میام این بخش ورودی رو میذارم به این شکل. توی اینجا مثلا می‌نویسم نام کاربری، اگر که RTL نیست میتونید در این قسمت این رو بزنید و از اینجا RTLش بکنید. خب این رو میذارم اینجا. حالا میتونم از رو هم یک کپی بگیرم و بذارم توی این قسمت به عنوان کلمه عبور و یک چیز کوچولویی هم اینجا میذارم که توی طراحی سایت بهش میگن چک باکس. مثلا توی این قسمت و یک متنی رو کنارش میذارم به عنوان اینکه کاربر رو به خاطر بسپاره. مرا به خاطر بسپار. این قابل تیک زدنه بهش میگن چک باکس. خب این تا اینجا. حالا میتونم یه متن دیگه اضافه کنم این پایین. تمام این چیزها رو 100% شما توی وبسایت مختلف دیدید. رمز خود را فراموش کردم و معمولا اینو یک مقدار کوچیک‌تر می‌نویسن و با یک رنگ دیگه ای. فرض کنید رنگش آبی باشه. خب این رو یک مقدار میکشم این ورتر، این رو هم به همین شکل. یک چیز دیگه میمونه، اون هم دکمه است. اینجا من میتونم دکمه ورودی قرار بدم. مجددا از روی این کپی میگیرم، می‌نویسم ورود به سایت. اما معمولا رنگ دکمه ورود سبز رنگی که نشونه محیط امنه. من این رو سبز رنگش میکنم و متن داخلش رو سفید میکنم. اگر از خط دور این خوشتون نمیاد و حس میکنید که نباشه بهتره، میتونید درش بدید. همچنین این شادو رو. خب این فعلا تا اینجا یک مقدار سایت من درست شد. اما میرم به بخش فوترم که زیاد چیز خاصی نداره، یعنی کار خاصی نمیخوام باش بکنم، فقط یک متنی رو میخوام داخلش بنویسم. تمامی حقوق متعلق به سازنده وبسایت می باشد. البته الان فوترها یکم پیشرفته تره، یعنی بعضی از این آخرین اخبار رو میارن داخل فوتر میذارن و بعضی حتی میان فرم ورود به سایت رو میذارن داخل فوتر. یک مقدار از این حالتی که فقط بخوان یک متنی داخلش بنویسن خارج شده، ولی ما فعلا این رو میذاریم تا کارمون زودتر به پایان برسه و وارد کدنویسی بشیم.
خب دوستان، این حالت کلی سایتی که ما میخوایم طراحی بکنیم. این جلسه رو همینجا به پایان میرسونم. توی قسمت بعدی با هم دیگه کار میکنیم چجوری قالبمون رو تیکه تیکه بکنیم. پس تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.